بچه ها زنگی در است. در را کشاید، در را کشاید. من بکشایم بابا. شما اینجا چیکار میکنید؟ یادت کردم گوشوارتون افید است و شما برگردانم. دامونو مگر وقتی همین است؟ زود روید از اینجا، زودتر روید. با کجا روم خانم میلیس؟ چرا ما اطلاع میدهید؟ روید در حجره پاسبان این پنهان شوید. چی؟ کدام پاسبانی؟ دامونو دوید گفتم آخه. دوید مردک بس میپراند به خدا. خاموش باش. سردارم ایستید به خدا این کارو نکنید. بابا اکرم میپراند به خدا قسم میخورم که میپراند. سرم من با دورو گم میزنم. سردارم بابا اکرم سنایپر داره وجدان انسانی. از این میبره میپراند. گپا بفهمه بچه. هیچ چیز شبا شدن گیرد. یک طرف ایستو خلاص دست. چخیلی تلکنیه. اکرم نلی کارو نکن. میلیس چی گفت؟ دامونو دوید گفتم. کجا میرویم خانم میلیس؟ شما چیکار میکنید؟ ایستید است برای خدا. دامونو شما باید به داخل درآیید لطفاً. خواهش میکنم. برای چی ما باید به داخل درآییم؟ برای چی ما از این آدم‌ها میگریزیم؟ چی گپ است آخه؟ دامونو لطفاً درآیید. سردارم زنگ رو نزنید. لینجا ما ببینید در 2 دقیقه چه خراب شد. خاموش باش. دستک نزن. نامرد باش زنده باش. من رفتم حالا داخل. کی این زنگ رو میزند؟ میلیس در رو میکشویم گفته اما در اطراف نیست. برو جیغزن. تمام آمدم. میلیس دخترم چی اینقدر زنگ رو میزنید؟ بابا اکرم سودی خوبی. تو در اینجا چیکار میکنی بی‌ناموس؟ گوش کنید جناب اکرم، من به شما یگان کار ندارم. من زهرا را دیدنی آمدم. چی؟ برای زهرا را دیدن آمدی؟ با کدام رویت زهرا را دیدنی آمدی؟ بی شرف. دومونو من باید روم، زود برمیگردم، انتظار شوید میلش. خدایا توبه، برای چی من در اینجا پنهان می شدم؟ برای چی؟ دومولو بیرون برای شما خطرناک است. وعده می دهم که من زود برمیگردم. شما پنهان شوید. پنهان شوید؟ چرا پنهان می شدم؟ قاتل نیستم که. خدایا توبه. جناب اکرم، عین حال من وظیفه دارم. تو با زهرا یگان حرف زدن نمیتوانی. دفع شو از اینجا زود. بابا جان یک ثانیه لطفا. با من چی گپ زدن میخواستید؟ دخترم من با تو چی گفتم؟ این مرد با تو در یگان موضوع گپ نمیزنم، فهمیدی؟ اپای حالیت از دست این بیناموس و کلت کلاس به خارج گریخته رفت. بیو بریم امیجا، بیو بریم. باز با پوشیداری ما آمده با تو گپ میزنم میگوده. حالا هم در نزدم ایستاده است، حالا هم نرفته است. رو دف شو میگویم. زهرا در باره کلت کلاس گپ زدنیم. بین حالا هم کلت کلاس میگوده. حالی را از دست دادی، حاضر به زهرا چسبیدی ها؟ همین خیل
تو کپران نمیفهمی. شما این را قبید من سلاح را گرفتم میایم. بابا جان چی کار میکنی؟ سردارم وجدان ایشان نمی آدم به سر اسنایپرش رفت. حاضر هر دوم نمی پرانه قربانی میشه. بیا بریم همیشه التماس. چی گپ است در اینجا؟ من از کی میگریزم نمیدانم. خدایا هزار بار شکرانه. یزنه خواهش میکنم روید از اینجا. نه زهرا سردارم التماس بیا اینجا بریم وجدان ایشان بابی اکرم یه رخوی وزنین دور آز میزنم و تیتو پیت میشه. التماس بیا اینجا بریم یگو پرابلم. زهرا کلتکیلت رو در کجا و کی دیدی؟ یزنه من کلتکیلت رو ندیدم. فکر کردم که دیدم اما خیال بوده است. حاضر باید شما روید لطفا. او هم میگه در خیال دیدم مانند شما در نظرش میبیند. کلتکیلت میبود هم مردک اگر ما میجا بستیم ما هم میپردن ما هم میبریم هم مردک بیا بریم همیجا. خاموش گپ نزن زهرا. از من چیزی رو پنهان میکنی ها؟ پنهان میکنی ها؟ گوش کن این جنایت از میدونی؟ نه یزنه من هیچ چیز رو نمیدونم. فهمیدید؟ پنهان نمیکنی زهرا؟ تو پنهان نمیکنی؟ از تو آخرین بار میپرسم کلتکیلت رو در کجا دیدی؟ اون مرا گوش کن. تو رو میپرانم. بس هست چی گپ است؟ از کی پنهان شوم؟ غمگین شدم. از کی میگریزم؟ من از هیچ کس قرضدار نیستم. شما از من چی میخواهید؟ بیا دردی شما چی است؟ بیماریتان؟ اوه لازم از اینجا چی کن باشم؟ پدر جان از برای خدا تو رو برس گیرید. پدر جان بابا جان خواهش میکنم آرام شد. باید برای رو انا میخوام یکم کار کن آخی. یکم کار کن فرو. اون مرا گوش کن. دفشو از اینجا وگرنه فکر نکرده از پیشانت میپرانم. دفشو. گفتم سیلا برخوا. اینجا چی گپ است؟ شوخی نمیکردم. این خود دیوانه مگر؟ پران بیا پران. بابی اکرم این دیوانه رو کشتم که آره خود از پیانه. چیز داده ای پران؟ جناب اکرم و مأموری دولتی سلاح دراز کرده خطایی کلام کردی ساده. پلیس بودنت را فکر نکرده در پیشانت میپرانم. فهمیدی؟ بیرو از اینجا بیرو. ایسته بابی اکرم در وقتی ادای وظیفه با پلیس سلاح نشان دادن با فکر من کار خطا است. هم در این دنیا هم در اون دنیا. مرا گوش کنید. به خانه من به اجازت در آمدید. حاضر هریاتان را میپرانم. اکرم من میترسم. مرا با کجا آوردی؟ من تماما نمیترسم. بابی اکرم طرف من تیر خالی نکی که ای پوسی سری پولیچی بچه تولق میسازم. فهمیدی فاروق؟ الانه سردارم خسور تا بگو که ملکیش طرف ما نکنه که از تقام گپ بزنه و کروش بزید میشه و خودت میروی دنیا که خاموش شو تا کلتکیلت رو نیابم من به هیچ کجا نمیرم. الله هم کلتکیلت میگه. الله هم کلتکیلت میگه. دفشو از اینجا تو اکرم سنایپر تا خطا گرفته که در طرف اونال بگیره. چرا به اینجا آمدم؟ یک گوشوارش از سرش ماند. یا خدا جانم چی میشد اگر گوشوارش رو نمی آوردم؟ چی میشد؟ میمردیم مگر؟ گوش کن حساب میکنم. 10 9 8 7 سردارم پدر جان یک لحظه صبر کنیم. اونا خواهش میکنم از اینجا روید که پدرم یکو بالا رو به سرتون نورد باز. اکی فروخ میروم. برو میروم. به خاطر تو شده از اینجا میروم. اما پیش از رفتنم از دورا یک سوال میپرسم. یک سوال. زهرا کلتکیلت رو در کجا دید؟ بین حالا کلتکیلت تا چند شمرده بودم؟ حساب چند بود؟ حساب 7 6 5 4 3 بس کنید آخی. لطفا میخواهم که بس کنید بابا. تمام بس. یزنه کلتکیلت مرد از این را قبول کنید. مرد. من نمیخواهم که ارواح او رو شما اینقدر پس زده ناراحت کنین. میفهمید؟ بس. به شرف نبیرم را خفا کردی. دفشو از نظرم. میرم اما من او را میابم. سرده من را پرانم. بابی اکرم کلا زنده هست. دفشو سرده
амаки акрам бефоида асабӣ нашавед. аз куҷо меёбад одам мурдагӣ аз куҷое ки мекобад ёбад дар ин ҷо накобад дар куҷое кобад ёбад падарҷон ором шавед сарде мекӯям сарде аз барои худо падарҷон рафтед биё пештаро вай меёба мегӯяд вай ҳам девона шудааст амардак биши дар мошин мара дар тай бало монди беҳақ мурдан нахоҳӣ рафтав шав ман ба ҳеҷ куҷо намеравам сардорам мурдани шуморо ҳам намехоҳам то шумо нараед ба ҳеҷ куҷо намеравам тамом خدا جانم ای اوف دلم تنگ شده خدایا توبه این چی است خدایا توبه این پیانین است در حقیقت پیانین است اوه عزیزم اوه مرده رفتی حالا هم تو را سر نمیدیم طاقت کرده نمیتوانم سردارم التماس بیا از اینجا رویم من به هیچ کجا نمیروم پسرم با ظهرها گپ میزنم با زورا گپ زدید شما دامولا زیان مرد گفت مرد سردارم باز چی گپ میزنید با خانم رو چه دام هستید شما چشمانش دیگر چیز میگن دلش دیگر چیز عاشقان همین طور میکنه سردارم چیکار کند بیچاره دختر برای باور کردن شما دل و چشمان و عشقش رو از دست داد سردارم التماس بیا رویم لیونتیس بچه بیا بره ایست بگویم بدرو در ماشین گپ نفهمید با خدا بچه در است بگویم بدرو بگم از کاردان تمش خانم اونالی کیت بدرو تمام گپ کم بشین مستی خطر مد تمام با خدا پیانی همین خیلی میزمید که با خلاصگر زور میشه با چشمای من نگاه کن گوش کن خودت من ماشین حیل میکنی یگان حرکتی نوجو نمیکنی یگان حرکتی نوجو کدی برودو تا متروشون سری میخیزه که برود نداری خطا نمیشوسی فهمیدی تمام خدا با ما صبر خدا را شکر که آنها میروند مثل آن که نواخته میتوانم کاش استاد موسیقی میشدم اما در سینما به این هیچ علاقه ندارد اوف من چرا اینجا پنهان شدم من از غمگینی چیکار کردنم رو نمیدونم من به تو چه خیلی طاقت کرده میتوانم زیاد جان چه خیلی مردا گفتم که این ماشین گاز نزد سوادید نمیشه صد باشید تا متر نمیشه این آدم مرا دیوانه میکند این آدم اگر این آدم باری دیگر به این خانه آید من با دستانم خودی او را میکشم پدر جان همش تمام شد تمام نگو به من تمام نگو تمام من با اونا گپ زدم او با اینجا نمیاید دیگر بله پدرجان آرام شوید میلش آرام نگو به من باید فهمد
میمیرم این ماشین نگاه کنی اونال. زهرا و بیناموس رو در همین جا پنهان میکند. سردارم از برای خدا کار نگیرم میگم بگادی به عقلانه میزنه. خانم زهرا او رو در همین جا پنهان میکنند. خوبتر فکر کنید. او در اینجا میبود اگر بابا اکرم او رو بر وقت میپران. یک فکر کنید. چی گپ است؟ این دختر به کجا میرود؟ زیا عزیزم پدر کجایی؟ زیا؟ سردارم چه خیلی زیاد از برای خدا شما خیالی شده در درون شما جین در آمده است. بس بیق خیال ها رو میبینند نمیشنوند. زهرا دخترم با کجا رفته ایستاده؟ سردارم بیسته تا کجا میرود این کارهای بیعقلانتون رو تو کی میکنه؟ زهرا دخترم زهرا صبر کن. تو کجا میایی؟ عصبای مرا ویران نکن. از چی گپ است؟ سنان جان تو این سلاح رو گیر و از جایت نشو. بلش او چی کار میکند؟ طرف نماند فروخ بازی میرفتم موهیسته. بیشتر تو می نواختی. چی شد؟ ننوازم ممکن نیست؟ دیده و دانسته میکنی این کارو ها؟ این پرچه موسیقی رو میدونستی که زیا می نواخت و این را تو نواخته ایستاده ای. آهنگی دوست داشتم رو می نوازم. هرگز نمی نوازی. دیگر این پرچه را نمی نوازی. برای با حسیاتم بازی کردنت هر فرصت را استفاده میبری. باز چی کار میکنی ها؟ گپ زن باز چی کار کرده میتوانی؟ چی گپ است دخترم؟ چرا جنجال میکنی؟ بابا جان پیانین می نواختم. اومد با من جنگ کرد. در این خانه حق پیانین نواختن رو هم ندارم. و تو این آهنگ را ننواز گفتم. زهرا دخترم چی گپ است؟ با من بازی میکند. زنده بودن زیا را فکر کرد و گفته با حسیاتی من بازی دارد. این پارچه را داملا در طرف خانه نواخته بود. با حسیاتی من بازی کرده ایستاد. از این قدر انسان پست هستی. میلیس برای چه حالا هم به کاری نبیره من دخالت میکنی؟ دردی تو چیست؟ یک لحظه زهرا تو حاضر در حولی زیا گفته به اینجا ناومدی؟ بله. اونا تو نمیفهمی؟ این موسیقی رو زهرا فهمید خیالش که زیا آمده است. میلیس اکنون تمام فهمیدی؟ اکنون تمام. بابا جان من در این خانه حق پیانین نواختن رو ندارم. چرا نسبتی من بدخواهی میکنید؟ میلیس بی عقلیت را بس کن. تو میدانی که من چی را در نظر دارم؟ بس این قدرش زیاده است. یعنی پیانین هم ننوازد دختری من. هی فالو از برای خدا با پدرت یکون چی بگو. تولی چی گویم؟ میلیس دیگر موسیقی نم که موسیقی زیا را نواخته. من است میخواسته که پرچهش رو مینوازد. این چی سریکل از فروخ نمیکنه. بزنت یکون چیز بگو دمش را گیرد. یک لحظه را کشوید. یک طرف تو چی کار میکنی؟ ای خدا اینجا چی خبر است؟ این دختر مرا اینجا محکم کرد و رفت. خدا جانم دیوانه میشوم. چی میخواهند اینو از من؟ وای اوه خدا جانم با چی بلا گرفتار شدم. حاضر میبرایم و داد میزنم. اونالیستو گوش کن. تو اینجا چرا میکوبی؟ چی گون کرده ای؟ این در چرا محکم است؟ از من میپرسی؟ سردارم بخدا پوچینو تا بیدار شد. عدقتا میبرده که یعنی نواخت. لبنت خاموش. از تو پرسد. زن فرزم در اینجا نیست. در کجا است؟ کی؟ پیادم در کجا است؟ کی در کجاست اونا؟ در کجا است بگویم. پیادم را از من میپرسی؟ اگر تو آدم میبودی من گلویت را میکندم. برو از اینجا رو. دخترم بیا. دخترم رفتیم از اینجا. بایستا خودت را با دست اونا فرق کشنده که فقط تو هم بخوره فهمیدم؟ نواز دخترم نواختن. بیاخ چرا تگی کت رو میبینی؟ آیا آدمی کلام در اینجا میگوجد؟
سردارم کلت در همه سراخی میاد رویا بشین وقتم بگیرد دومولو لبای دومولو در آنجا چی میکوبید؟ هیچ در پایان دیلم تنگ شد گفتم بالا را بینم چه خیل است جای بد نبوده از چه میتابم من بار دیگر تو را اینجا بینم نمیبخشم. جنابی اکرم تا زمانی که کلتکیل از زنده است مرا در اینجا بسیار میبینه. فهمیدم این نوبت نمیبخشم. این رو به گپگیر من سیلا را گرفته بیارم. پدر جون بابا جان با کجا شما چیکار میکنید؟ سردارم ویشونیستانی با سر سنایپر رفته ساز میرای دوفر بیا میپرونم تمام یکو پرابلم میشوه بعد اونال از برای خدا از اینجا بیرو وضعیت جدی است چی قدر یک رایو میکنی تو ها بفهمم اگر بفهمم اما شما هم یک چیز را بدونید زهرا از من چیزی را پنهان میکند من این را انیق میدونم. سردارم بابا اکرم بسر سلاحش را بیا بریم که طاقتم توخ شد نمیده کنه سردارم بیا بریم بخدا که سیله نگرفته میمونم بیا بریم شما چگونه در دیوار راست ایستاده بودید؟ چیکار کنم خانم میلیس مردم یک باره به حجا در آمدن از ترس جانم خودم را به بالا پرتافتم من هم نفهمیدم یکی نگاه کنم در بالا ایستادم شما رنجیدم مرا در اینجا تنها گذاشته رفتید خودتان ما چیکار میکردن دومولو یزنم با بابایم از پس شما بودن اینجا میومدن چی گپ است این آدم ها برای چی مرا میکوبند از برای خدا اینها کیستن یعنی چی خیر اینها کیستن دومولو این خیل نکنید چی کردم ای دومولو حاضر وقتی شوخی نیست حاضر من ذوق شوخی ندارم خانم میلیس از برای خدا آخر آنها کیستن برای چی مرا میکوبند ما چرا به اینجا آمدیم دومولو شما در همین جا زندگی میکردید کی شما 1 سال در همین جا بودید چی علاقه دارد میلیس خانم من خانه دارم برای چی در اینجا زندگی کنم شما هم آمده دیدید خانه زیبا دارم دومولو شما اینجا زندگی کردنتون را در یاد ندارید چرا اینجا زندگی کنم یا اینکه این دختر حالت خاطرم را میداند و از این استفاده میبرد خوبو مقصدش چی است دومولو زیاد چی مقصد دارد نمیفهمم خانم میریس گوش کنید در حقیقت من زیغ شدم از آن آدم ها گریزانده اینجا پنهانم کرده طاقتم تاق شد خدایا توبه این آدم ها چه باز پشت من هستند بس کند نزدشان رفتم میگویم که چی هست در جیب شما بس از خدایا توبه بس چی میخواهید از من این دیوانه های به ای این انیق همش رو میگوید با من چی شده؟ من زدم دومولو آخه خانم میلیس همه کارو شما کردید باز برای چی مرا میزنید؟ اما دومولو شما رو دستگیر میکردن و باز سرتون به بلا گرفتار میشد سرم ای دومولو یزنه اونالم دستگیر میکرد شما رو شما را هم یزنه اتون را هم اما دومولو شما دیده و دانسته چرا به بیرون بر آمده داخل چین زند مرا چرا به اینجا آمدم برای چی این گوشوار را دادنی آمدم کاش که نمی آمدم ای دومولو تشکر زیاد به شما ادگر نه دیگر اصلا نمی آیم با بابای دیوانه یزنت و باز کسی که نباشد سلامی مرا رسان گوی که از این پس دنبالی من نگردن دیگر به اینجا نمی آیم وای در اینجا زندگی کردنش رو این کار کرد گویا که از نو بابایم را هم نمیشناسد چرا حیله میکند تو را چه خیلی فراموش کنم زیا نمیدانم چه خیلی با نبود
کردن طاقت کردن نمیتوانم. اما نیستی در قید حیات نیستی. از دردم سبک نمیشم. برای یک گوشوار شده خودش را زیر خطر گذاشت. خدایا توبه، چرا این کارو کرد؟ سرم رو با چی زده؟ احمد جان چی شد به سرت؟ ای وای، بعد از بیماری به سرتان یگان چی نشده باشد؟ نه مژگان خانم، از برای خدا به سر من چی می شود؟ هیچ چیز نشده است. پس چی شد؟ دیشب در خانه سرم رو به کرسی زدم. هنگام خواب رفتن سرم رو به کرسی زدم. برای همین به فکرم درد میکنه. اصلا من از شما یک چیز پرسیدنیم. مرحمت پرس احمد جان، تنها از من بپرس. من پیانینه می نواختم. پیانینه؟ او چیست؟ اسباب موسیقی پیانینه. چی علاقه دارد جانم؟ این رو به تو کی گفت؟ هیچ کس نگفت. من پیانینه نواختم میتوانم یا نه؟ همین رو فهمیدن میخواستم. یا خدای احمد جان، تو نی نواخته نمیتوانی پیانینه می نوازی؟ خدایا یعنی نواخته نمیتوانم. به همتون سلام. سلام استاد. میگم اگه یک دقیقه وقتتون بگیرم. اما میدونم که شما از دانشجویان پول میگیرید، هم خیلی اینقدر بی‌مهر نشوید. کم کم ما را هم خبر گیرید تا آخر هفته نقشه های کاریتان رو گرفته نزد من بیارید. خوب شده است استاد. با درون نقشه های کاریتان سخت دقت دهید. نغز مانه. رحمت. دیرکتر چی میگوید؟ ای اینها رو هم به یاد نداری؟ هیچ. احمد جان، تو خواطر نشو. شما نزدیک تو میایم. یک جای تیار میکنیم. یک جای؟ اوفه چیکار میکنیم؟ فیلسوف میشنیم بزرگ جان. معلمه میجگان تو رو به تخته صنف خزانت در آنجا شوخی کن. بعد میخندم چون که هیچ خنداور نیست. عجایب ها؟ از وقتی که به استاد احمد عاشق شد عقلش رو گم کرده است. آخر در اول سال کی امتحان میگیره؟ من از کجا دونم؟ شناس نشده، من سینن. دعوت سبحان. از روی عادت تو هم باید سلام میگفتی، اما هیچ گپ نه. سلام شمانه. دوگانه جان، از تو زودتر به حرکت در اومد. یعنی یک هفته نگذشته از سخن رو وای. نه جانم با من نکن. ولی همین طور است. جنید، من حاضر به یکدیگر دارم و خدا هیچ. تو سفسطه‌گویی رو بس کن. با یکدیگر موافقم. دادر، اونها با یکدیگر موافقن؟ این دختر زیبا رو به این بزیب نمیدی ها. نگاه کن، گل بر این دختر است. جنید برادر، خودت پدست که سبحان یا چی میخوانی ها؟ خان خوشت رو با یه چیز نگیر، پریشان میشوی. یعنی خدا نکنه در صنفت نمونی. سبحان مانندی تو با پولی پدرش نمیخواند جونید، فهمیدی؟
این مسئله با من گذارید رو من یک تاوش دیم زور میشه. بخشش خانم ملیکه عجب با پول تحصیل شما رو که میداده باشد ببینید تا پدرت میدید روز گفتم پدرت در جاش ای چی بیوتا گپ میزنی؟ عشقم احمد البته که یک جای تیار میکنیم نمیشه با غیر از این که عشقم حاضرگون کردنی خاطرت رو میفهمند برای همین دو کسات باید تیار کنیم هیچ زحمت نمیشود سلام دوستانم. اوه استاد خوش آمده. خوشی. تعطیل چه خیلی گذشت؟ بسیار زور است. شما چه خیلی گذشت؟ عالی استاد. بذارید. معلم چه خیلی؟ شما چه خیلی هستید؟ بسیار خوب. تشکر زیاد. استاد احمد؟ استاد شما چه خیلی هستید؟ خوبه؟ خوبم جناب. شما چه خیلی؟ جناب گفته؟ ها؟ استاد. سلام جناب شیرالی. علیکم سلام. چه خیلی شما؟ تشکر. تعطیل چه خیلی؟ احمد جان. جناب شیرالی استادیت بیاد میپوشم دوستی نزدیکی تو است رفیقت یعنی پایده برات دیخم درس من درسی 12 درس دارم درس نمیروی؟ این ساعت خالی است ای من تمام ساعتهای خالی تو را با خیالی خودت پر میکنم استاد احمد من می آمده است. برادر هیچ تیار نیستم چه خیلی به امتحان میدرویم. من هم تیار نیستم برادر. کاری کرده از این امتحان خلاص شدم خوب. چیکار کرده میتوانیم؟ هر کاری نکنیم این زن از ما امتحان رو میگیرد. باور نمیکنیم. یک دقیقه. امروز جمعه نیست؟ جمعه است. یافتم. چی؟ یافتم بچه ها. چی شد؟ پسرم شما چه کار میکنید؟ با درس روید؟ زود بس این خانه با امتحان درآیید. معلم افسوس که ما امروز در امتحان اشتراک کردن نمیتوانیم. خدایا توبه. سببش چیست؟ سببش این است که هفته گذشته استاد احمد با ما درباره فضیلت‌های نماز جمعه بسیار گپ‌های خوب نقل کرد. ما را آنقدر تحصیل کرد که یعنی با استاد احمد وعده دادیم که امروز ما به نماز جمعه میرویم با اجازت شما. با استاد احمد وعده دادیم. راست میگی؟ بله معلم ما استاد احمد رو بسیار دوست می‌داریم و شما اگر ما رو در این مسئله دستگیری کنید استاد احمد شما رو هم دوست می‌دارد. بله راست استاد احمد رو شوق کردونیم. بله معلم. یعنی خرسند کنیم. بله معلم. آفرین بچه ها روید خونید نماز جمعه رو شما رو بهای 5 میگذارن. معلم بها لازم نبود تشکر زیاد خواست دل ما رو گفته. صدای رحمت رو نمیشنم برادران اما هیچ چیز لازم نیست. چه جایی صدای برادران از امتحان و از درس خلاص شدیم بیا درخت. خدایا توبه از خانه میزبان اینها امتحان نداشتن مگر؟ با کجا رفتن؟ خانه میزبان استاد احمد بخیر است؟ نقشه کاریم رو فراموش کردم گیرم بسیم میدرایم. درس شما امتحان نبود؟ امتحان است؟ بله امتحان میگیرم. بچه ها با کجا رفتن؟ استاد احمد با بچه ها بسیار تاثیر رسانیدید. با نماز جمعه رفتن. شوکت نباشه چقدر پول در کن؟ 400,000. اوه اوی زده؟ چه کار میکنی 400,000 را؟
اکا من 300,000 هم باشه میشه اکا جان. میگم کمتر چخورتر بکنیم امجاره. او اینقدر پول رو چیکار میکنی؟ حمام میسازی مگر؟ یک جای طهارت خانه میسازی و خلاص. گوش کن اکا کنان. حضرت در خواب دیدم گفت که طهارت خانه را 2 اتاجه بسازی ثوابش بسیارتر میشود. قبول کن که با شوق و هوش میبینید. راست میگویی. برای رحمتی همه چیز حلال است. پول شده. اکای کنان جان پروردگار خیر تا به درگاهش قبول کنه، رحمت کنه گذشته‌ات، هدایت کنه زنده‌ات، کاری طهارت خانه حل. بانو کی است؟ بانو هیچ کس که گفتم همون طهارت خانه را وقتی ساختیم نامش بانو گذاریم. مرحبا به طهارت خانه بانو. یعنی همین بانو را مردم میبینه حواس طهارت کنیش میگویه، راست طهارت کنی میدرویه. این رفته طهارت خانه رو بساز. برای جا هفته دیگه طهارت کنی بین. شرف پسرم، این خوشحالا رو تعقیب کن که با این پول قمار بازی نکند که پولها رو در بزنم. مالش $300,000 تازه. شوکت 100,000ش ای شیری مادرت حلال. برکت عشق عاشقی را ببین. ای خدا جان در نام بمرمه. هم صاحب قهوه خانم کردی، هم 100,000 فایده. سمبوسه کشی تمام. راهبر شدی راهبر. مسی گل! فکر دیدی نه خیلی گل بزنم. اینجا توی بایرام است. تو بچه گلزنیش کنم. نفسر زیرکن. چرا شما بارسلونا رو گرفته؟ بیان رو با ما ده. ما گیره قدر شما بارسلونا گیره کرده. ببینیم با بارسلونا نش کنید. ما خیلی باور کرد گروه را. درست. از دیگران امتحان گرفته ایستاده است. گوش کن چی میگویم. این معلمه میجران است که نام استاد احمد رو فهمیده چی خیلی از جیش پرید، چی خیلی ما رو اجازه داد. و زن بسیار دوست می‌دارد استاد احمد رو. بله دخترم شوخی میکنی تو. لیلی و مجنون، احمد و میجران. عشق تو بچه ها خواهد رسید. دیگر کار نداریم مانند گلای من میزنی تو. توپ را همین طور میزنن مگر؟ چی گفت شد؟ دیوانه ها جمعه رو در همین جا میخونه؟ نه استاد مگر میشود این خیلی یعنی حالا وقت هست برای همین ما گفتیم اینجا بازی کنیم کنیم. وقتتان که بسیار باشد آهسته آهسته رفتیم. استاد بازی رو تمام کنیم. رفتیم گفتم رفتیم. حاضر تمام را نشان میدیم باشه. عجب نماز. یک دقیقه دخترم. میلیس و زورا در کجا هستن؟ جیغ زدم ولی اومدن نخواستن جناب. چرا آمدن نمیخوام؟ زود آنها را سر میز دعوت کن. زود. خوب شد از جناب. الو اکا شوکت و مکتب اومد و فکرم سمبوسه آورد. چیکار کنم اکا؟ تعقیب رو دوام بده. مایل شده. آی شوکت جینی
از پشت چی هستین نمیدونم، اما این مرتبه یک خطای دیگر کنی از تولد شدگیت پشیمانت میکنم. اشتهایتون. تشکر. خانم ها سری میز نآمدنتون هم به ما هم به دسترخوان ناحرمتی کردن است. بابا جان، من سری یک میزی که او میشیند نمیشینم، حتی در یک خانه با او زندگی کردن نمیخواهم. خدایا توبه، مثل که من بسیار میخواهم. من گپ‌های گفتم را فراموش کردم. زهرا، چی خیل در پیش همه مرا بیچاره میگویی؟ چی خیل مرا هیچ کس دوست نمیدارد؟ تو باشی با حسیات من بازی کردی، فهمیدی؟ با من دروغ گفتی که زیاد زنده است. بله دروغ گفتم، چون که به این سزاواری اینقدر خوب پیسم و به انصاف هستی که همه در اطرافت دور میزنند. این را بدان خانومچه. ملیس باز اعتراف میکنی ها؟ یک بار دیگر با زهرا درباره کلتکی لاسی پدر رانت گپ میزنی تو را از این خانه پیش میکنم. بس از جنابی اکرم، روی راست طرفداری کرده ایستاده. یعنی بابا جانی زهرا کی باشه بابا جانی ملیس هم هست. این رو به نظر گیر. چی میگویی؟ بله خانم تولی، بابای ملیس هستم، بابای زهرا هم هستم. اما غیر از این برای زهرا هم پدر و هم مادرش هستم. بکلا درآمد یا نه؟ شروع بخونه دختر شروع. سلام علیکم. سلام علیکم. حیوان نخود قهوه خانه ما را همخی بسوی پرتوی برای نمک همه قهوه خانه بزنتی. این ساموسای ما را 700 میفروخته. ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना या कहवा लطفا कहो ना प्यार है कहो ना استاد جان कहो ना اوه خدا جون با من صبرت کن. نه من قهوه نمیخوام. رحمت ما نه. तुम है चाहत से संसार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना من در کجایم؟ در قهوه خونه هستی. اینجا چی کار میکنم؟ او اینجا را میخرم گفتی میبینم آماده است. نه دایدم اومد. فلگیرو خوش آمدی. از کجا اینقدر پول را پیدا کردی؟ بانک را دزدیدی؟ کارش چی؟ در روسیه میگویند که انگور خود یک شب باغبانمون. کارش چیه؟ پول تا بگی بره. خوب بخیر باشد. یگان سوال دیگر هست؟ هست. درباره معلمه بانو با من کمتر نقل میکنی؟ بانو؟ بله. گفتی یگان سوال داری؟ سوال میدیم جواب نمیدی. برای من درباره معلمه بانو نقل کن. سوال انیق است. مثلا بگوی که باز امروز تا شب غذاخوری میآید. باید در یک روز یک بار به اینجا میآید. همیشه این چه مکتب است؟ خدا توبه. اگر من دیرکتور این مکتب میبودم هر روز 24 ساعتی درسی میدادم با او. گوش کن برادر، مادام که معلم بانو اینجا نیست و من اینجا لازم نیست، من پگاه آمده اینجا رو میخرم برادر. نفهمیدم. کجاش نفهمیدی؟ پگاه میایم میگیرم. امروز کار کن میلش. حاضر رفته کمتر افتاندام و سر و لباسم را درست کنم. یک ماشین فساد معلمه بانو رو گرفته توی کرده کودک شده شوکت پدر می شود. برادر امروز در قهوه خانه ما کار کنیم مالش. کلا رئیسو که ما آدم باورناک نیست. مالش ملیس تو چیکار کردنی هستی ها؟
یعنی تو رو از اینجا که رونن ما رو هم از اینجا میرونن. بس مادر بس هممون یک جایه رویم تو بکه طاقت میکنیم این خیلی پس زدن رو. میلیس اصلا با عقل شم تو قهر نکن، عقلت رو کار فرما. یعنی بعد از مردنش میخوای بابای تمامی میراثش رو به زهرا دهد؟ با دستان خودت تقدیم میکنی ها؟ عموما پروا ندارم، من میدونم چیکار کنم زهرا رو. دخترم به عقلی نکن. تو چی ها میگویی؟ تو چی کار کردنی؟ میلیس گفته بابایت رو نشنیدی دخترم؟ میلیس در سر تو چی فکر طور میخوره؟ زود بگو چی هست ها؟ بین هیچ گوش نمیکند ها؟ اوف خودت بیزار شدم. من هم بیزار شدم، دیوانه کرد مرا. محترم جماعت، موضوع امروزه انتخاب کرده ما عذاب قبر است. قبر برای بعضی بنده ها باغچه های از جنت است، برای بعضی بنده ها چخوری جهنم است. دانسته باشید که بهشت دوزخ ابدی است، پس در همین دنیا راه خود را انتخاب نمایید، چون که بعد از مردن راه بازگشت نیست. در کجا تربیت گرفتی؟ عیب رو نمیدونی و این سن و سال رسیده اید حالا هم طهارت کردن رو ناموخته اید؟ آموخته ایم استاد. هفته گذشته شما نشان دادید، در یادتون نیست؟ نشان دادم و چرا شما مرا نگاه کرده طهارت میکنید؟ استاد بسیاری بعد طهارت میکنه فراموش کرده. استاد بعد از روی روشتن کجا رو میشوید؟ تمام من چی کاری که کنم شما تکرار کنید. خیریه طهارت کردن رو فراموش نکردم. محترم جماعت، وقتهای آخر شبها در کوچه ها ماشین های بی صاحب و بی راننده و زامبی ها میگردند. اینها علامت های روز قیامت میباشند. قیامت نزدیک آمده است. او این چی سبسته میگوید؟ نفهمیدم. خب گوش کن چی میگه؟ ماشین بی راننده گفت یا من خطا فهمیدم؟ نه اما که خلیل او همین خیلی. گوش کنید، شب گذشته در کوچه یک ماشین بی راننده مرا تعقیب کرد آمد. من میروم او میآید، من میروم باز او میآید. بعد او دامولای بی ناموس ساختکار دیوانه زامبی شده به نزد من آمد. او را دیدم. نه استادم زامبی نشده است، زنده است. جماعت این دامولا چی میگوید نمیفهمد. استادم زنده است. هیچ مرد، دامولای ساخته مرد. اما که خلیلو دیوانه شده است. احتمالاً وی دامولای دیوانه صاحب ماشین بیراننده است، یا اینکه ماشین هم زامبی می شود. این هم ماشین کهنه فرسوده بود. محترم جماعت، ما برای از این ماشین های بی صاحب و زامبی ها خلاص شدن و آنها را دفن کردن البته که دعاهای گوناگون است. من امروز این دعاها را به شما می آموزم. نیکه من دیگر از پس این نماز نمیخوانم، مربوط به آخران است. این آدم در حقیقت دیوانه است آقای خلیل. در حقیقت احوالش خوب نیست. با مفتیان خبر دهیم؟ بله، او را به دیوانه خانه میبرم. خبر میدهیم. بیچاره. این دعاها را اگر خوانید زامبی ها و ماشین های بی صاحب به شما نزدیک نمی شوند و مثل من زامبی آمده است.
آمده است زومبی به اینجا آمده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در شب از اینجا در شب از اینجا یاری این دیوانه چی ها بگویده؟ زومبی میگوید دیوانه شد این دیوانه هات است آخه در خانه خدا زومبی چی کار میکند؟ من ترس چیزی نیست اینجا چی شده؟ من میگویم از کجا من این آدم رو میشناسم؟ در شب اینجا دستیم نشم بله روزی گذشته وای این ایمان رو ما با ماشین زده بودیم معلوم که حالا هم شریک های سر جا بجا نشده یاری تعجیلی حاضر باهوش میگوید آب بیارید یگان آب بیارید استاد در اینجا زومبی هست استاد در مسجدی که زومبی باشد من نماز نمیخونم چه زومبی برادر بروی شفاتی زن اکا شما بروی اوزانی دست شما مبارک است مزدنم وزنینش میپردد احمق خوب هستی دوملو با خود بیایی دوملو بخیر ترسانی من بخیر با من چی شد؟ هیچ چیز نیست زومبی کجا شد؟ زومبی رفت؟ دوملو زومبی رو پیش کردیم حاضر با جهنم بردتر آوردیم دوملو آرام باشد خواهدید نشوید ما با شما هستیم تمام مسجد دیگر میرویم وقتمون بسیار است زود برای دست اینجا رفتیم برآمد باز خوبه دوملو این پرد دیونه راه کردیم توانه خربلی کلان شده نماز رو در همین جا میخوندیم چی میشد؟ زامبی هست گفته بهانه کردید استاد رویم گفتید عیب را نمیدانید ها؟ از قد و بستتان شرم نمیکنید ای تو این اما استاد امام در حقیقت مثل که زامبی رو دیده بود سنم سال 2018 چه زامبی ها؟ زامبی هست مگر؟ پیش درایت میرویم در دیگر مسجد میخوانیم نماز رو رفتیم استاد نماز جمعه رو پگاه خونه یو امروز جمعه است همین روز میخوانند پگاه چیست؟ جمعه را پگاه میخوانند سرم از درس گریختید نماز جمعه میرویم گفتم حاضر از نماز جمعه میگریزید همتون پیش درایت میرویم رفتیم نماز جمعه را یا میخونیم میلیسی کروچتم که دخول هم اقلم نمیگیرد چرا کرد میدونی سلین جان از حساب رشک زیادش یگان کس رو یابم و عشق ورزی کنم بیند و تلخش کفت اینش رو هم نگاه میکند مردی همه طرفه باشد او رو اهمیت ندهد اینجا بیا فکر بی پول چند پولی شدم یک دقیقه بخوام با چک دقیقه بخوام این بانچه ببندم بردم بودی خوش شده؟ زور شده که سیلین جانی ما این سورپریزه بینه دهنش میکنه بخونه خوشه پیشه بده که این از دهانی تو اصل میریزد میدونی سیلین انوایدش کرتر سخ دارد که زیپوتن دختری شد میدونی چی بود؟ گرد میشود یکه بسیار نه تمام در اشته فقط چلق قیمت هست جون معاشم رو دادم یگون کمونی نشود دادارم قیمت باز ما این پنسومه را گیرو کار حال کن فهمو؟ خواتیر نشود که من رو حفظ میکنم تمام یگون خطوگی نکنی سر تابه تروش فهمو؟ ینگه تشریف ها؟ بسته چه بوده است؟ ایچ خیلی گپه زهرا جانی من روزهای اخیر بسیار غصه خورده عذاب کشیدیم من میگویم که شب برآمده وقت خوشی کنیم مانند روزهای گذشته بیا زهرا جان مرا نرنجان میلش اما پگاه شب برای میلش امروز هیچ گویش ندارم جانم تمام جانم چه خیلی که میخوری نباشد من روم حاضر لیوین تد میروید جانم چیزی مخفی نیست تو هم ایستو بیل هم پگاه شب میبینیم که شما براحت گپ زنید خوب میلش جانم خودت میدونی خواب جانم بای پریچوز کم چی خیلی ها؟ اچکم برسته همه اشارت کردم در آبیو فهمو؟ تیموز ایتیوت کده بیو مایله فهمو اینو سخ زدیسته رفتم خوش آمدی لیوین خوش باشید زهرا حاضی رفت لیوین ده فرق نداره
سله جان خیلی شد که دیدار مبارک تنه دیدم. دیدار تا دیدم خیلی شد شدم. نگفتن اما که کرتای سرخ در تنه بسیار زیبیده است. یعنی تشکر لوین تو زهرا با ما چی ضرر داشت من نفهمیدم. لوین جان زهرا با زیر وقتای وزنی گذرونده ایستاده است و من برای او غمگین میشم. من هم بسیار برای خانم زهرا غمگینم. سلام علیکم. پفک میخوای؟ نه جانم چیکار میکنیم پفک رو مگر ما کودک هستیم؟ مگر این خیلی میشود خانم سله؟ خدا همان سوخ رو برادر سوخ رو با من ده سوخ با کرتای سرخت کنده میزیبه. لوین جان سفسطه گپ نزن با پفک میگردم اگر. سله برای چی تر میگوی؟ برادر سوداگر بنا زیمه اومده است. نمیگیریم؟ تمام من میگیرم. بیا برادرم پفک سرخ شبته. لوین پفک نمیخوام خدای توبه. من پس مرا بگو هیچ برا. تیز. خیر برای کار. لوین من به تو گفتم که نمیخوام. مقابل این پفک قدر مبارزه نپسله. این قدر پفک زیباست. هم ما رو به عالم کودکی میبره. لوین جون من پفک نمیخوام تشکر به تو. اما این پفک برای من خیلی ارزش کلان داره. بخشیشو اما چه ارزشی کلان داره؟ سلین جانی من حاضر این پفک ما رو با یگان شکل روبرو زندگی میکند. تمام خصلت های خوب با این پفک زیبا هم برای بس اکنون لوین پفک نیست تمام بس اکنون خلاص شدی. چطور کردی سلین این پفک دو آیله که با پفک قیمت بود. پفک لوین اونجا چی سفتا میگوید؟ بیتول جان چی تو؟ سلام خوب هستم تو چی خیلی؟ بسیار انتظارت نکردیم؟ نه من هم نوامدم. تو چی خیلی سینن جان؟ خوب هستم. با مکتب عادت کرده توریستی؟ کمه. البته. این خواهرک من بسیار زیرک است. همیشه با بهای اعلا میخوره. خدا خواهد مثل ینگه بیتولش دکتر بشه. نه. یعنی من بسیارتر به اقتصادیات میل دارم. هیچ کم نه. شما شنا شوید. من در همین حجت خانه که کار دارم. با کم چند سال شد که شناس هسته؟ ما قریب 2 سال می شود. 2 سال؟ حیرانم. برای چی خیلی میگویی؟ یعنی اکم هیچ اینقدر مدت دراز با کسی گپ نمیزد. برای همین با شما خیلی گپ زده است. ممکن شما رو از دیگرانش زیادتر دوست داشته است. انا آمدیم. بله. بیایی. بیا جانم با داخل درامی تمام کنیم این کار رو. این کار رو تمام کنیم که به خدا من هیجان زده شدم. روز بخیر خاله. روز بخیر. اینها کدام کار را تمام میکنند؟ هیچ عقلم نمیگیرد هیچ. این استاد چخیل این لفظ رو نفهمیدم. تشکر. اکای شما رو نامش دومولوزیا بود؟ بله. برای چی پرسیدین؟ از روزی که به استانبول آمدم همه درباره او گپ میزنن. برای همین تو دیشب اپای زورو زیو گفته دوزده به حوالی برآمد. بعدتر اونا گفتنی پلیس اومد. وای هم کلتکیلت گفتنی کس رو میکفت. نه یعنی اکای شما مرده است. تا حال او را میکوبند. من بسیار خواطر شدم. اکایتان چه خیلی آدم بود. از من نرنجه. دردتون رو زیاد کردن نمیخواستم. نه جانم با تو علاقه ندارم. من اکم رو دریافتم. از دست دادم. از زهرا خانم هیچ فرقی ندارم. نه کمتر از اون من هم عذاب میکشم سینا. انا اومدم. ببخشید یک پیوله بیارید به اینجا. بخشیش در همینجا بوده است.
چی گپ شده؟ همه تینجی است؟ نه نه ما همینطور درد دل میکرد. نه مثلا نه مانند شما یک تا نابود گرفتن در کار. ببینید زود کار میکنن. تکمه آن را که زیر میکنید 2 ساعت پس فرمان را اجرا میکنید. اما صرف نکنید احمد. معلوم است که پول جمع کردنمون لازم. روی تختی سفید میبل ها. بله. تو فهمیدین را؟ نقشه سالن را باید تمام کنید. بله جانم. بله بی نقشه نمیشود. نقشه کردن لازم. بی نقشه توی میشود مگر؟ تو چی ها میگویی؟ من حاضر آیدی نقشه سالانه مکتب گفته ایستادم. نقشه درسی را میگفتی مگر؟ نه تو و من. ای چه خیلی به سری دومونو زدم. بسیار شرمندگی شد. تلفنش را هم ندارم. از همه خوبش رفته بخشش پرسیدن است. هم برای گوشوار تشکر گفتن لازم. برای این دومونا به طرف ما آمد. جنتلمنی حقیقی. این اراده انسان و بعد از تقدیر. اراده انسان و بعد از تقدیر. حیات آخرت و آزادی. و آزادی انسان. آزادی. باره دیگر. آزادی هم تو وقتی معین احمد جان. حاضر من از اول میفهمونم. نفهمیدم. نفهمیدی؟ یعنی آزادی. یعنی اگر حاضر ما خانه‌دار شویم، نه من آزاد هستم. هر کس در حیات خود آزادانه زندگی کند. با دوستانم ذوق مسابقه، به قهوه نوشی رفتن، سیر و گشت کردن. این چه علاقه دارد؟ یعنی آزادی و من جوابگری گفتنی بودم. تمام آخر جوابگری گفتی؟ با فکر من هم به یک نقطه خوب آمدی. بله هر دویمون جوابهای همدیگر رو باید خوب دونه. فایده همین است. دیگر از حیات آخرت و زندگی ما. پیش از حیات آخرت باید نفقه همون رو فکر کنیم. نفهمیدم. نفقه همون؟ چی؟ نفهمیدم. میگویم که پیش از مردنمون پیران سالی همون رو خوب گذارونیم. اول نفقه همون رو دوری کنیم. انا این خیلی گذارونیم. یعنی پیر میشویم. یعنی میگذارونیم پیری همون رو. راستی نمیفهمم. شما چی ها میگوید خانم میشکن؟ ای آشنا، ما از نقشه سالانه گفتیم این زن از خانه در آمد و از نفقه برآمد. کنیسپکت از چی است؟ نقشه پخشه سالانه است. اول اینها را تمام کنیم میگویم آخر. ای وای من نکنید احمد جون. من هستم کو یاردم میدیم به تو.